سلام، وقتتون بخیر. اینجا نظر می‌کنم در مورد اکویپمنت و در مورد کامپوننت صحبت کنیم. تو بحث اتکس شاید خیلی لزومی نداشته باشه اینا رو بخونین، مگر اینکه براتون جذاب باشه که بحث اتکس رو بیشتر بدونین. و در مورد اتکس صرفا این که شما بتونید گاز گروپ نمیدونم یا داست گروپ هستش و انتخاب کنین تجهیزتون رو، حالا بر اساس زون مد نظرتون کفایت بکنه. ولی خب حالا اکویپمنت و کامپوننت و بحث تکمیلیش هستش. این دامنه کاربرد اتکس فراتر از تجهیزات الکتریکیه. چه محصولاتی تحت پوشش اتکس هستن؟ یکی خود تجهیزات یا اکویپمنت ها هستش، سیستم های حفاظتی پروتکتیو سیستمز ها هستش و قطعات. در مورد تجهیزات هر وسیله که با منبع اختراق بالقوه حالا الکتریکی و مکانیکی سرکار داره، مثلا موتور الکتریکیتون، گیربکستون، فنتون، اینا همشون اکویپمنت هستش. در مورد پروتکتیو سرویس سیستم هایی که انفجار رو مهار میکنن، مثل فلیم ارستور یا ونت پنل. قطعات و کامپوننت ها اجزایی هستند که برای عملکرد ایمن تجهیزات ضروری هستند، اما به تنهایی کاربردی ندارن. مثل اون گلندتون که EXD باشد، نمیدونم محفظتون یا جیویتون که EXD باشه. و پیام کلیدی اینه که هنگام ارزیابی ریسک به خطرات مکانیکی استکاک جرقه مکانیکی به اندازه خطرات الکتریکی با توجه کرد. یعنی صرفا شما نباید بحث الکتریکی رو در نظر بگیرید، چون خیلی‌ها من دیدم که در مورد اتکس که صحبت می‌کنی صرفا بحث سیگنالینگ رو در نظر میگیرن. میگم با توجه به اینکه ما بریر داریم، پس اگر مثلا ابزار دقیقاً XI باشد کفایت می‌کنه، یا مثلا در مورد XD صحبت می‌کنه، در مورد XE بودن موتور صحبت می‌کنه و این رو در نظر بگیریم. پس بحث مکانیکی هم باید در نظر بگیریم. حالا یه تعریف دقیقی داشته باشم از منبع احتراق بالقوه خودی یا به اون own potential ignition source. چه زمانی یک محصولی نیازی به گواهی اتکس داره؟ یک محصول زمانی مشمول اتکسه که own potential ignition sourceش رو داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی در شرایط کار عادی یا خطاهای قابل پیش بینی خودش بتونه جرقه، سطح داغ یا انرژی کافی برای ایجاد انفجار تولید کنه. پس این که مثلا من بریر میذارم، جریان ولتاژ رو، سیگنالش رو خیلی ضعیف میکنم که اون پتانسیل رو ازش بگیرم، خب این یه مزیت برای اینکه من توی زون یکم بتونم از محصولات XI استفاده بکنم. خب حالا مثال، یک موتور الکتریکی منبع احتراق جرقه و گرما داره. یه پمپ منبع احتراق گرما ناشی از استکاک یا تقان‌ها یا بیرینگ‌هاتون هست. یک آچار ساده منبع احتراق نداره دیگه، مشمول اتکس نمیشه. خب پیام کلیدیش چی اینجا؟ قبل از هر چیز خود بپرسید آیا این وسیله به خود میتواند باعث انفجار شود، یا به عبارتی اون پتانسیل ایگنیشن سورس رو دارد یا ندارد. خب این پس بحث منبع احتراق. مسئولیت هایی هم که در درجه تأمین وجود داره، این خیلی باید حواستون باشه. صرفا فکر نکنید که مثلا شما به عنوان کسی که دارین XI میخرید، نگه XI تون کار نکنه، نفری که به شما فروخته مقصر هستش. نه، یکی بحث تولید کننده مانیفکتچرر هستش، مسئولیت نهایی طراحی، تست و صدور گواهی باشه. ایمپورتر یا واردات کننده است که وظیفه قانونی داره بررسی کنه. توزیع کننده یا دیستریبیوتر که باید از فروش محصولات به وضوح مشکل دارن، مثل پلاک ندارن، دفترچه راهنما ندارن، خودداری کنه. یکم این یوزر، یعنی کسی که داره میخره و استفادهش میخواد بکنه، مسئول انتخاب صحیح، نصب درست و نگهداری مطابق به دستورالعمل ها هستش. پس به عنوان مهندس خریدار یا کاربر، بخشی از مسئولیت ایمنی با شما هستش. من دارم که و اصالت کالا باید دقت کرد. تفاوت حیاتی بین تجهیز و قطعه. حالا میخوایم تجهیز رو از قطعه تشخیص بدیم. کاربرد اکویپمنت یا تجهیزات عملکردشون مستقله یا موتور عملکرد مستقل داره، دارای نشان CE اروپا هستش و در مدرکش گواهی اعلامی انتقال یا به عبارتی در مورد اعلامی انطباق یا DOC رو لازم داره، ولی نمادی تو پلاکش وجود نداره. در مورد کامپوننت ها، کامپوننت گلنده یک قطعه است برای یه تجهیزی، نشان CE نداره. اینجا دیگه گواهی انطباقش میشه چی؟ اتستیشن میخواد و حرف U در انتهای گواهینامه وجود داره. اگر محصول نشان CE نداشته باشه ولی ادعای اتکس بکنه، خب شما میتونید بفهمین که اون قطعه اصلی اون اکویپمنت نیستش. خب ممنونم. حالا جلسه بعدی باز در مورد اگر مطلبی مونده باشه، صرفا این نوع مطالبی هستش که ما تکمیل کننده بحث‌های مرتبط با اتکس هستش که بررسیش کردیم. موفق باشید. خداحافظ.